سلام بچه‌های عزیز، امروز اومدیم با مبحث انواع لا. بچه ما چند نوع لا داریم. یه لا داریم به معنای نه می باشد، یعنی چی؟ در جواب میاد، در پاسخ میاد و به معنای نه هستش. میگیم انت من تهران لا انا من سنندج. یه لا دیگه داریم به اضافه مضارع میشه و مضارعمون رو منفی میکنه. بچه مضارع بدون تغییر، یعنی هیچ تغییری در فعلمون ایجاد نمیکنه، فقط یه لا قبلش میاد و منفیش میکنه، میرود و میکنه نمیرود. یه لا دیگه داریم لای نهیه. بچه گفتیم فعل امر فعلی که داره دستور به انجام دادن کاری میده، ولی فعل نهی دستور به انجام ندادن کاری میده. آفرین. خب بچه میگیم که لا تعبد. ببینید هیچ تغییری در اول فعلمون نکرده، فقط آخرش رو مجزوم کرده، میشه فعل نهی. بچه یه نوع لا دیگه داریم لای نفی جنسه که این بار لا به اضافه اسم میشه. لا فقره لا به اضافه اسم منصوب شده، میگیم لای نفی جنسه.